کشاورزان نگرانند که سال به سال حاصل زمین در ختلان کم می شود. سفربی جورای و می گوید هر سال به زمین نیروهای مینرالی می پاشد اما بی نتیجه است. حسابی بی‌پروگی هم خیلی به فکرم حاصل نوکی زمین کم شده. چند سال می شود این زمین یگانه وسیله دریافت رزق او و کودکانش است. تشویش دارد که این طور ادامه یابد به نان دهن می مانند. دیگه زنه که تاجی خونه ده دهخونی میکنی چی میکنی دهخونی گندم خودمون میبره کارتشکا اینم پیاز می محصولات زغور می بده خودمون سبزی میبره. متخصصان میگویند دانش ناکافی دهقانان زمین ها را کم حاصل کرده است. دهقانان بیشتر از نیروهای مدنی استفاده میبرند و مخصوصا فقط نیروی اساسی این استفاده میبرند و کربامید است که این فقط نیتروژن دارد. دیگر الیمنت هایی که برای خود و زمین لازمه برای رستنی لازمه دیگر استفاده نمیبرند. به همین خاطر سال تا سال حاصل زمین ها پس شده است. طلبک فیض‌الدینов در 4 گکتار پمیدور و گندم میکارد و میگوید چندین سال از حاصل نغز میگیرد. زمین آزقه سر وقتی نقص حاصل بیتیه. متخصصان میگویند استفاده دائم از نیروهای مینرالی زمین را ضعیف میکند. وقتی که ما درباره نیروی مدنی گپ میزنیم این نیروی مدنی فایده دارد برای خود حاصل گرفتن ولی برای خود زمین هم این جسم مرده نیست، این یک سیستم زنده هست و در اون بسیار میکروارگانیسم هستند که ویان باید خوراک خورند و حاصل زمین سال تا سال زیاد شود. ولی وقتی که ما فقط نیروی مدنی را استفاده و فقط نیتروژن را استفاده میبریم این سال تا سال خواهیم نخواهیم حاصل زمین ما پس شده رفته است. دولت پاچا عطایی و نوی از پارو را برای ما نمایش میدهد که هر سال خودش آماده میکند. طرز آماده کردن او را از سمینارهای کشاورزی آموخته است. او میگوید بعد از گذشتن به این پارو حاصل زمینش زیادتر شده است. یک قبط خوک، یک قبط خم، یک قبط اپیلکا، یک قبط انا پاروی تر، یک قبط پاروی خوک، برگی سفیدور نمیشه، برگی چنار نمیشه و برگوش میشه که برگوی همیشه همش میریم ما میاریم همیشه میپرتویم چقدر پیش خونه مونده. بعد میتا سه جا یای پرش گفتیم سه جای پره 1 کیلو شکر میگیریم یا پچکا دروژ اومینیم یا ساتیلنده مورا میریزیم و بعد هم کلیونکوی سیاه قطی محکم میپوشونیم همون میپسونش بعد سه ماه همی را ما میکنیم با کار مسرشید همه چیزی خدمت استفاده میبریم دیگه چیزی ضررناک نمیاریم. شکایت دهقانان ختلانی از این است که برای خریدن نیروهای مینرالی پول ندارند. دولت پاچا میگوید پاروی خود تیار هم ارزان است و هم زمین را به قوت میکند. اون یا چخری میکنی یا جو بپل نیست همون مصرف استفاده میبری هم مصرف کم هم فایدهش نوکیش زیادتره. اون رولای مینرالی ضررناک با چند نهال تیارش فایده کنه چند جایگاش ضرر بیاره. سازمان‌های جمعیتی میگویند تا این وقت به 21,000 نفر در ولایت ختلان اصول آماده کردن این پارو را که با نام کمپوس میشناسند تعلیم دادند. 17,000 نفر آن را در زمین‌هایشان استفاده میبرند. آنها امید دارند که به این وسیله زمین‌های ختلان را سرغذا میکنند و درآمد دهقانان بیشتر میشود.